میکنم. بعد با براش فید کانتورم رو فید میکنم. ترک اول تیرگی ها رو فید کنیم و بعد بریم سراغ روشنی ها. به کمک دستمال براشم رو تمیز میکنم و به قسمت های روشن صورتم رو خوب فید میکنم. کانتوری که استفاده کردم با توجه به قیمتی که داشت به نظرم خیلی خوب بود. خب حالا نوبت اینه که با پودر فیکس خوب صورتم رو فیکس کنم. بعد میرم سراغ زدن روژ گونه‌ام روی سیب گونه‌ام. با کمک مداد لب دور لبم رو خوب میکشم و بعد با رژ مدادی داخل لبم رو پر میکنم. شاداب‌تر شدن صورتم یک کوچولو رژ گونه‌ام رو اضافه کردم. در آخرم برای اینکه ماندگاری میکاپم بیشتر بشه با اسپری فیکس خوب صورتم رو فیکس میکنم. یه میکاپ با رژ قرمز با لوازمی که خیلی قیمت مناسبی دارن. امیدوارم دوست داشته باشید.